سلام دوستان، این ویدیو 2 سال پیش ضبط شده. پس هر چندش بازی و هر چیز چرت و پرتی از من دیدید من دیگه ببخشید. من زیاد حرف نمیزنم، برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. سلام برداشته کنم، حالتون چطوره بچه ها؟ امروز قراره با هم پر حجم ترین ساندویچی که من پیدا کردم و بخوریم. حالا تهران نمیتونم بگم بهترین پرحجم ترین ساندویچ تهران، ولی میتونم بگم پرحجمه و من دروغ نمیگم. حالا نشون بدم عشق کنیم. اصلا حاجی این بذار حالا درش بیارم اینطوری بهتر متوجه بشیم. پول این بچه 400 است. مخلصتونم، مخلصتون. به نظر شما 430,000 تومن این میارزه؟ نه تو کامنت بنویسید. اگر از این پرحجم تر دیدید بچه تو کامنت بنویسید. آدرس رستوران رو اگه بلدید بنویسید همجوری. خب بریم جلوی دوربین میکنم اینجا. این کاش جلوی دوربین رو انجام نمیدادم. الان دلایلش بستگی به خودم بکنم نهایت بستگی کنم فهمید. بریم آیا ببینیم که میارزه یا نه. خداست جدی خداست. بیلش رو داره. بچه این خفن ترین ساندویچی که میتونید تو زندگیتون بخورید. عالی. من چی نمیدونم. با اختلاف خفن ترین ساندویچی که من تو زندگیم خوردم. نصفش یه آدم رو فرود سیر میکنه. بعد تازه 3 تا بهت سس داده. باید سس دادن مهم نیست اون قلب بره. خب تو کامنت بنویسید میصرفه یا نه. تازه 2 تا هات داگه ها بچه. 2 تا هات داگه، یعنی یه ساندویچ 2 تا هات داگ، پنیر پیتزا داره، قارچ داره، گوجه داره، ژامبون داره، خیارشور داره، کاهو داره و نه که من فکر کنم همین هست. ولی پرمرات میزنم. وقتتون رو نمیگیرم. خدایی خفنه حاجی. یه بار دیگه روخش رو بهتون فقط افتاد نشون بده. اصلا خدایی میصرفه. مرسی که دیدید. بازم این ویدیو خفن ببینید. برید تو کانالم بازم میتونید ببینید. عشق منید. اول منم سو لینکش دیسکریپشن هست. فعلا پیس اوت.